24 ایول در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد انجام ملاقات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان برای نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج نشست مطبوعاتی آراستند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن اظهارات مطبوعاتی تاکید داشتند که ما حالت و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی را بررسی نمودیم. سرور دولت ما اظهار داشتند که سندهای نو همکاری به امضا رسیده به تقویت بیشتر زمینه حقوقی رشد رابطه‌های بین دولتی در ساحه‌های گوناگون روانه گردیده است. تأکید گردید که هر دو جانب از افزایش همکاری عملی در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر سمت‌های مورد توجه جانبداری نمودند. مسئله توسعه بیشتر تماس‌های بین پارلمانی و تحکیم نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های کشورها به مقصد موافق دانسته شد. گفته شد که هر دو جانب بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه خاص ظاهر نمودند. راهبر دولت ما اومید به هوسمندی دو کشور در سمت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در ساحه‌های آینده‌دار اقتصاد دو کشور از جمله صنعت کارکرد به خصوص صنعت سبک و خوراکواری، اینچنین کشاورزی خصوصا چارواداری اظهار اندیشه نمودند. ضرورت رشد همکاری در سطح منطقه‌های دو کشور، گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های فرهنگ، علم و معارف، جوانان، ورزش و سیاحی تاکید گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که مسائل وابسته به امنیت، مقاومت مؤثر به تهدید و خطرهای گلوبالی و منطقوی در مرکز توجه جانب‌ها قرار داشت. گفته شد که مسائل کاهش دادن تاثیر عاقبت‌های تغییریابی اقلیم به محیط زیست، پیشبرد روزنامه سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار محاکمه گردید. همکاری سازنده و دستگیری همدیگری تاجیکستان و مغولستان باید به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی در زمینه نهادهای بسیار جانبه نیز مورد تذکر قرار گرفت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در فرآورد سخن تاکید نمودند که ضمن مذاکرات سطح عالی شریکی دو کشور در عرصه بین المللی به خصوص در دایره سازمان ملل متحد همچنین دیگر ساختارهای همکاری بسیار جانبه بررسی گردید.